عالیه. بریم قطاب سرخی سسوته سرخ شده رو با دستیارم درستش کنیم. در ابتدا تخم مرغ ها رو با همزن هم میزنیم تا از لختگی در بیاد. کره را به تخم مرغ اضافه میکنیم و به مدت 2 دقیقه هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. بعد پودر قند را به آن اضافه میکنیم و به مدت 2 دقیقه با همزن هم میزنیم. در ادامه ماست را اضافه کرده و اونها رو با مواد دیگر به خوبی مخلوط میکنیم. در ادامه آرد و بیکینگ پودر رو الک کرده و هل رو به موادمون اضافه میکنیم و با همزن به خوبی هم میزنیم تا جایی که خمیر به دستمون نچسبه. این همزن کاسه‌دار از برند ویکتور واقعا کار منو راحت کرده. خمیرم سسوته آماده شد. خمیرمون رو به مدت 1 ساعت در جای گرم استراحت میدیم. مواد شکمپری قطاب را آماده میکنیم. پودر قند، هل، رازیانه، دارچین، مغز گردو، گلاب را با هم مخلوط میکنیم تا یک دست بشن. خمیرهایی را که با لیوان برش زدیم به مقدار لازم از مواد شکمپری پر میکنیم و به همین صورتی که میبینیم میپیچیم. قابلمه رو روی حرارت با مقدار روغن قرار بدید تا به خوبی داغ بشه. قطاب‌ها رو در روغن سرخ میکنیم تا طلایی شود. قطاب‌های سرخ شده رو در ظرفی که دستمال گذاشتید قرار بدید تا روغن اضافیشون گرفته بشه. بعد از خنک شدن قطاب‌ها اونها رو در پودر قند و هل بغلطانید. نوش جونتون.